سلام دوستای عزیز، ببخشید اگه دوربین لرزش داره و این چیزا. من با گوشی دارم این فیلم ها رو میگیرم، گوشی تلفن همراه و که زیادم حرفه‌ای نیست، صدا کیفیت صدا فلان اینا نداریم. ولی خواستم بگم که این شغل ما، این کار ما، اجرای اسکلت ساختمون رو انجام میدیم و این که هر سوالی داشته باشه در خدمتش هستیم از این اجرای ساختمون. و یه پیشنهاد حالا اینو داشتم، خواستم پیشنهاد بهتون بدم، البته به کسایی که تو این کار هستن، تو شغل هستن، یه پیشنهاد بدم. این که ما این قابا رو ببینید اینجا، این قابا مال قاب آسانسوره. اینه یه قاب به ابعاد آسانسورتون درست میکنید تو پروژه های بزرگ. و ای که هر سقف برای اجرا کردن آسانسور نمیخواد شما قابو مثلا هی آسانسور رو گونیا کنید و متر کنید و خیلی سخته، ولی اینو که درست بکنید، جوشش بدید، طبقه اول تا طبقه آخر راحت میتونید ساختمون اجرا بکنید. دیگه احتیاجی به متر کردن و گونیا کردن اینا نیست و گونیا میره بالا، خیلی تمیزتر کار اجرا میشه. عزیزان، ان شاءالله کارگاه میبینمتون. خداحافظ.